به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. مراجعت پیام نت به دانشجویان تظاهرگر. امام علی رحمان از گرایش زیاد جوانان ناحیه نورآباد به گروه‌های تندرو ابراز نگرانی کرد. در زمینه استفاده از اینترنت، تاجیکستان در میان 191 کشور جهان در جای 149 قرار گرفته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت خود را با تاکتیک‌های نو و معاصر گسترش می‌دهد. دانشجویان عزیز، چند روز است که رسانه‌های کشور به خصوص رسانه‌های دولتی از شما قهرمان می‌تراشند و سبب این قهرمان تراشی تظاهراتی است شما در دانشگاه‌ها و نزد خانه مخالفین انجام می‌دهید. می‌فهمیم که مجبورتان کرده اند و شما هرگز به اختیار خود به این کار ننگین دست نمی‌زدید. ولی باید بدانید که این حوادث روح شما را تمام عمر تعقیب خواهند کرد و شما هرگز آن را به خود نخواهید بخشید. صفت یک انسان مسلمان و خودشناس این است که اگر کاری ننگاور انجام داد، مجبوری بود آن یا اختیاری، هیچگاه آن را فراموش نمی کند و طول عمرش غصه‌اش را می خورد. این که امروز خدمات مطبوعاتی رژیم جنایتکار امام علی رحمان از شما قهرمان می تراشد و وصفتان می کند، تنها به آن خاطر است که برای بقای حکومتش استفاده اتان می کند و خواهد کرد. ولی کمترین صدای حق شما، کمترین اعتراضتان به جنایت این رژیم شما را در 1 دقیقه به دشمن ملت تبدیل خواهد داد. چون نزد این رژیم قدر هر انسان به حد خدمت است که برای بقای رژیم انجام می دهد. سبب استفاده شدن شما از طرف رژیم این است که شما دانشجویان عزیز سرجم نیستید. ما می دانیم که شما بیدارید، حقیقت را می دانید، دلتان می خواهد برای پیروزی حق بر باطل مبارزه کنید. ولی تهدیدهای رژیم شما را از راه باز می دارد و یگانه راه رسیدن به آزادی و پیروزی عدالت بر ظلم سرجمعی ملت به خصوص دانشجویان است. سرجم شوید و صدای خود را برای آزادی واقعی بلند کنید تا نام شما چون آزادی خواهان و آزاد کنندگان ملت مظلوم ثبت تاریخ شود، نه چون خدمتگار رژیم جنایتکار. شکل پوره این مراجعت ما را از سامانه پیام نت مطالعه کنید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که برای افتتاح چند طرح صنعتی و اجتماعی به ناحیه نورآباد سفر کرده است، در دیدار با ساکنان این ناحیه از گرایش جوانان این ناحیه به گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به حوادث خونین منطقه خاورمیانه که موجب کشته و آواره شدن صدها هزار مسلمان و تخریب تأسیسات زیربنای کشورها شده است تأکید کرد. اما کارشناسان بر این نظرند که سببگار اساسی زیاد شدن گرایش جوانان به گروه‌های افراطی این خود سیاست نادرست و سرکوبگرایانه حکومت وقتی تاجیکستان است. در زمینه استفاده از اینترنت، تاجیکستان در میان 191 کشور جهان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش سازمان ملل متحد زیر عنوان The State of Broadband وضع مخابرات فراگیر میگوید تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی تنها از ترکمنستان پیشتر است. طبق این گزارش که به نزدیکی نشر شد، تنها 19% اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی داشتند. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان گفته بود که حدود 3 میلیون اهالی کشور به اینترنت دسترسی دارند و این رقم 34% مجموع اهالی را تشکیل می‌دهد. گفته می شود این معلومات خدمات علاقه اساسی واقعی ندارند و تنها بافته‌های این اداره می باشند که برای آبرو گرفتن در بین سازمان‌های جهانی و جامعه دیگری متمدن پیاده گشته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طریق سازماندهی فعالیت جدی و سازنده اعضا و جانبدارانش و با تشکیل جلسه‌های هفته‌وار و ماهانه در سطوح مختلف به فعالیت خویش در خارج از کشور تقویت بخشیده است. جنت الله کامل، مسئول فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آلمان در صحبت با ما گفت: ما 40 نفر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در غرب آلمان با شرکت برخی اعضای ریاست عالی جلسه وسیع ماهانه خود را برگزار کردیم و یک بیانیه در مورد عملهای سرکوبگرایانه مقامات تاجیک علیه خویش و تبار فعالان سیاسی قبول کردیم. بله، در حقیقت هم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز گذشته
25 سپتامبر در شهر ووپرتال گردی هم جمع آمده بودیم و یک بیانیه را اوید وضع کنونی که در کشور است قبول کردیم. قبل از همه ما در بیانیه خود به شهادت رسیدن مادر یکی از فعالان سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در کنفرانس ورشو شرکت داشت و زیر فشار و تعقیب حکومت به شهادت رسید شدیداً محکوم کردیم و همچنین بازداشت، تعقیب و فشار و این عملهای اغواء‌آمیزی که در روزهای اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان و امنیت پیش گرفته است و نزد خانه بعضی از فعالان سیاسی رفته در اونجا شعارهای اغواء‌آمیز میاندازند و میخواهند در بین مردم اختلاف بیاندازند. این کار حکومت را هم شدیداً ما محکوم میکنیم، زیرا این فکر همه ما و شما را به همون سالهای 90 میارد که البته یکی از همین تاکتیک های حکومت برای اختلاف اندازی بین مردم مسالمت آمیز تاجیکستان می باشد. اگر حکومت دلیل پرقوت می داشت، حق می بود، با گفته های خودش دلیل می داشت، هیچ وقت این کنفرانس ورشو را ترک نمی کرد، بلکه به سوال های مخالفین پاسخ می داد و جامعه جهانی که در اونجا ده ها کشور و ده ها سازمان های بین المللی شرکت داشتند قانع میکرد اونها رو که در حقیقت این مخالفین و یا اون شخصان سیاسی که اونها رو وارد زندان یک عمره از آزادی محروم کرده است اونها گناهکار هستند. البته که هیچ دلیل ندارد که شرمنده‌وار این کنفرانس را ترک کرد و رفت. ما در اخیر بیانیه خودمان قید کردیم که ما اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آلمان تاکید میکنیم که در صورت قطع نگردیدن فشار و قانون ویرانکنی های حکومت و نقض حقوق بشر در تاجیکستان دست به تظاهرات اعتراضی در نزد بناهای سازمان ملل متحد، ساحه و سفارت جمهوری تاجیکستان و دیگر سازمان های بین المللی که در آلمان واقع است دست میزنیم و صدای خودمان را خواهیم رساند. یک چیز دیگر هم میخوام در اینجا قید کنم که این شرکت گسترده اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس ورشو البته این آغاز کار است و این کار آینده داره و البته تاکتیک های ما در همه وقت تغییر می‌یابد و البته در آینده هم کارهای را خدا خواسته باشد انجام میدیم که جانب مقابل من در حیرت خواهد ماند. پس از سرکوب بیرحمانه حکومت علیه مسئولین و فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پی ممنوعیت حزب در ماه سپتامبر سال گذشته، هزارها اعضای حزب به همراه خانواده‌های خود توانستند خود را به اروپا، کشورهای چون ترکیه، روسیه و غیره برسانند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چند ماه اخیر فعالیت‌های خود را در کشورهای اروپایی مثل آلمان، لهستان، لاتویا، استریا، همچنین در ترکیه و دیگر کشورها سازماندهی و گسترش داده است. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. آلن لیختمن، استاد تاریخ دانشگاه واشنگتن آمریکا که انتخابات‌های ریاست جمهوری آمریکا را از سال 1984 به این سو دقیق پیشگویی کرده است، دونالد ترامپ را برنده انتخابات امسال گفته است. با تاکید لیختمن پیشبینی نتیجه انتخابات امسال به یکی از دشوارترین پیشبینی ها از سال 1984 تا کنون تبدیل شده است. منبع‌های با اعتماد و یک منصبدار بلند مقام ازبکستان به رسانه‌ها اطلاع داده است که دختر اسلام کریموف گلنار کریمووا را به بیمارخانه کسلی‌های روحی جای داده اند. رسانه‌ها می‌نویسند که عین حال او حتی امکان رابطه با فرزندش اسلام کریموف خردی را ندارد. تندروی دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری‌های خونین در شهر تیکریت عراق را به دوش گرفته و گفته است یکی از جنگجویانی که حمله‌ها را انجام داد تاجیک بوده است. گفته می شود در بمبگذاری و حمله‌های خونین روز شنبه 24 سپتامبر 12 نفر کشته و 23 نفر دیگر مجروح شده اند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدار.